خب select का start from EMP where salary salary greater than or equal to false now select maximum salary from EMP where salary less than select maximum salary select maximum false salary where where salary not equal to select EMP where salary not equal to false select maximum false salary false from EMP याद रखे top 3 in your बाद आखिर भी आई order by salary خب descending خب order by salary descending 5000 3000 باز خب بسیار خوب است بسیار خوب به خوب طریقه شده ما خب پیشتر بر شما گفتم که ده به دماغ روزه نمیفهمیم کسی چی هست روزه است وقتی که خب پروژه که یاد بخیر البته کدیش روزه به جای خورده یا سوز که مطلب روزه کار نسم کوله کنی روزی به دماغ که بهی کار نسم کوله خب سلکت میخوام براتون شروع کنم سلکت اشتراک فرام ای پی به صورتی که سالاری زیاد باشه مساوی باشه سلکت کا ماکسیمم سالاری فرام ای پی ماکسیمم سالاری را انتخاب کرده ماکسیمم سالاری کدام است 5000 خب فرام ای پی باز کی دیگه است ویر سالاری لیس دن که سالاری کم باشه از ماکسیمم سالاری ماکسیمم سالاری چند بود اینجا باید گفته که از 5000 چی باشه کم باشه اینجا باید گفته که خبر داره کنه سلکت کا ویر سالاری ناٹ اکول ٹو سلکٹ کا ماکسیمم سالاری کی ماکسیمم سالاری باید نباشه او ماکسیمم نشان بده که ماکسیمم نباشه خب دیگه نفر بود اونجا در گروپ که کار کرده بود در گروپ جواب داده بود بسیار کوتاه بود خب چی بود او با رو نمبر کرده بود خب سلکت سالاری from قوس select maximum salary from EMP order by salary descending اینجا باز شرط داده بود که where row num less than 4 نه دا خو آسانه طریقه ده خو دلته اوس بله مسله ده ښه څه مسله جوړ کړه صرف سالاران تخریط است ښه بیا کومې پارامتر ده یو اینجا بیا خلاص خب حالی که رن میکنم صحیح شد order by salary descending where row num less than صحیح ہے کن یار در کدام جای ending مشکل داره ببینم select salary from or select maximum salary قوس from EMP order by salary descending where row num less than 4 no order by salary no command not properly ended command not properly ended da khuda salary from select maximum cost salary from EMP order by salary descending where row num less than 4 خو خیر ایره پاک میکنم اینجا من ویر رو نم less than 4 salary describe EMP salary spelling خوشحالی چنج کنیم اول ما میام اینجا برای شما امیر رول نام کار میکنم دیوان با کارو که داشته لخم رول نام خودش نمبر مانو میتن امی هر رول نمبر داره چی هر رو یک نمبر داره
همین نمبر که است هر وقت تغییر میشه. ببینید با مثال select row number comma employee name comma job comma salary from EMP. وقتی که شما این انتخاب میکنید انتر اینا رو 1 2 3 4 5 یعنی هر رو یک نمبر اتومات میگیره و این نمبر ایکس هم نیست که آل اسمیت آیدی چند نمبر داره. این نمبر اصلا از ریکارد نیست، از رو است. فهمیدی؟ یعنی اگر این ریکارد از بین برده شود چطور شود باز؟ این است یک نمبر باز می باشه به دیگر رو میده. است این رو چی میشه؟ تغییر میشه. و اینجا آلی که است اینجا ما چی میکنیم؟ میخوام که 5 ریکارد ببینم. ببینید؟ چی ببینم؟ 5 ریکارد ببینم. بوده تصدیق کنم. equal to 5 چی شد؟ رو نمبر کنم باز. گوری؟ from AB where row num less than 5. Control plus enter. صورت خود سلور ریکارد تو خود اولین سلور ریکارد خیلی اگر باید اینجا greater than 5 باشه greater than 5 از 5 باید چی باشه زیاد باشه. چرا نشان نداد؟ میبینم که چی مسئله است. وی رونم greater than 5 از 5 باید چی باشه زیاد باشه. خیلی از greater than از 5 از 2 کنترل پلس انتر greater than از 10 خب خیلی مساوی شود با 5 less than 5. خب اینجا کدام اپریتر کار میکنه؟ لیست اپریتر کار میکنه. خب ما میایم ویر نو رو نمبر between 1 and after صحیح است between کار میکنه. خب گریتر چرا کار میکنه؟ باید گریتر هم کار میکنه. ویر رو نمبر greater than 4 از 4 باید باشه رو نمبر زیاد باشه. خب خیر علی اون نفر که اینجا کار کرده بود در گروپ با استفاده کرده بود یعنی 5000 نشان داده بود 3000 بود و 2000 چند بود یعنی تاپ 3 بود. صحیح است؟ هم مثلا کار بود که سلکت کن. خب اینجا سیلری ما میخوایم from cost select کن maximum salary cost from EMP cost order by salary depending اینجا میایم where row num less than 4. خب خیر پدی بازه کارا کمون بوده است مسافت کردن در رقم داشت فکر کنم که میکس میکنم همین طور است کارو کنیم چه؟ صحیح والا کنیم کار کنم که یکی مثلا ویزونم less than 4 از 4 باید چی باشه؟ کم باشه. خیلی رو برسان باشه سوار کنیم. خب در سب تیوری شما دیروز هم کار کردید که چی بود؟ چی قسم بدکار شد؟ شما الان اینجا تنها برای یک تیبل کار میکنم. یک تیبل EMP است. صحیح است؟ وقتی که باز پروژه باز در مختلف تیبل ها می باشه دو باز ویوز هم می باشه. ویوز معنی که شما یک ویوز از چندین تیبل جور کردید و بسیار کلمه می باشه دو باز سب تیوری بسیار خوب کار میشه. گوری خیلی نه چه کلا کلمون پر تیبل که زیادی خیلی مختلف تو که باز سب تیوری خکار کی خودت مو تاسو چی لرو describe EMP مو تاسو صرف دا کلمونه لرو چې مثال پنځه کلمه د شپږ کلمه چې په دې باندې وګا سب تیوری خو تاسو په مطلب باندې پوښتنه چې سب تیوری مطلب څه شي درازم select کړه historic from EMP where salary is equal to cost select کړه salary from EMP where email where
डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10 अजे मतलब ची शो खूब देखी बरसनी भी ना उसगोरा da os e क्यूरी सही है क्यूरी कलम शक नहीं कलम क्यूरी एग्जीक्यूट मिशा मगर की चिक से एग्जीक्यूट मिशा इंजा मसाला असते सिर्फ कर तो कोर टूल ذهني هذا क्यूरी नहीं है डिपार्टमेंट नंबर 10 सैलरी के خب من گفتم که سالریش مساوی باشه کتی دیپارتمنت نمبر 10 آیا دیپارتمنت نمبر 10 خود چند نفر است کتی کدام کتی کی مساوی باشه واسه پوچھو کنه که سالریش مساوی باشه کتی دیپارتمنت نمبر 10 در دیپارتمنت نمبر 10 چندین نفر دو نفر است 1000 نفر مختلف است کیوری صحیح است اما اکزیکیوت نمیشه نتیجه نمیاد اینجا گفتی چرا single row sub query returns more than one row صحیح که امکان نداره که ریترن شود چرا ریترن نمیشه چرا که اونجا ما گفتم که سالریش باید مساوی باشه چی باشه مساوی باشه کتی چی مساوی باشه کتی دیپارتمنت نمبر 10 خبردار کنه اوس په ډیپارټمنټ نمبر 10 کې خو زیات هم دا کم هم دا او زیات ریټرن شي په خاطر راځي وخت کې سنگل سب کیوری رو ریټرنز مور دین ون نو دا غلطه خبره ده اگر یک سم باشه که اینجا یک چی باشه نام داده شد که سمیت این باشه است که ویر اینه میکن تو سمیت چیز سمیت سر سالری مساوی هیچ کس نیست خب ویر اینه is equal to سمیت سالری چه سر مساوی سمیت سر اگر باشه نشان میده اگر امی یک سمیت است که چی است دیگه که هم کس نیست که سمیت چی باشه مطمئن باشه اما وقتی که بعد او دیپارتمنت نمبر اگر دو شرط باز میدادی باز بطور مثال اینجا ما اول بیاییم select static from EMP where department number is equal to 10 the department number 10 چرا یار the department number 10 ما 5000 و چی داریم حالا اینجا equal to کار نمیده اگر دو شرط میتونم equal to کار نمیده چرا که x هم سالری از دو کس نیست که مثال اینجا چی باشه چی باشه خب من یک طور شرط میکنم select static from EMP where salary less than خلاص select salary from EMP where department number is equal to 10 فیاس که department number چی باشه 10 باشه بطور مثال قوس and ename is equal to single quotes قوس select ename from EMP where department number is equal to خو اینجا چی نیست and ename is equal to single quotes کتی از کی کم باشه از کلر کم باشه خب یو داشت و برداشت وقتی که انتر میکنیم خب ای هم گپ شد single row sub query return more than one row لیورون زیاد رو چرا از یک رو زیاد رو میاره اما خب خاطر از چیه سالری کم باشه از چی کم باشه از دیپارتمنت نمبر 10 از دیپارتمنت نمبر 10 ایکس هم کسا هم است که از کلرک د سالری از چی است زیاد است نو ګوره ته ډیره کم هغه باریکي لري ته خیال وکړه نو دوه باندې ونوس خیال دا ولې ونوس دلته مرتوی لخوا چې سالری باید کم وي د هغو کسانو چې په ډیپارټمنټ نمبر 10 کې دي خو دلته بیا ورته چې اینډ شي نو می چا سره مساوي نو دا دواړه باید خبره ده کنه نو په ډیپارټمنټ نمبر 10 کې دي چې کسانو چې دغه د کلک ماش شي ده زیات نو دا د خبرې مسله چی بود خب امی استپ کیری ما شما میتونم در اینسرت هم کار بکنم در اپدیت هم کار بکنم در دیلیشن هم کار بکنم خود دیلیشن اپدیشن و اینورشن تبر شما نخواند الان ما تنها چی میکنم سلکشن میکنم دا په لوپینګ کې موږ ډېر کار دی نه خلو سلیکشن انورشن ان ډېر زیات استفاده کوي موږ دې نه کوو خو اپډیشن په د ایمیل کې ته بری کې زیات انورشن از چې ریکارډ و میخوام د دیگه روان کنم کدام ریکارډ روان کنم کتی سمیت کار کس که یک وظیفه‌اش داشته باشم کتی روان کنم
میخوام که امی احمد بسیار بد اخلاق است از دیپارتمنت کدام هر نفر که کتیازی میباشه کلش چیش کو ډیلیټ کو نو دا ټول واغه چې موږ په دې کې سب کې ریکارډ کوو خب د ورځ هم شما سب کې ریکارډ کړه بدیم بازی انجمن کې یک start from EMP where salary less than is equal to select maximum cost salary from EMP خب خپدی باندې کاسو from EMP where salary less than cost select maximum cost salary from EMP خامس کې بیشتر علامه کار کوي salary not equal to select maximum cost salary from EMP یو دوا دی خب این خو شد دا خو څه کومه ده این خو شد دمی خودم چی نیسته شک نیسته اول دوم و سوم نشان داده دمی اسایمنت شما چی میباشه شب که سراجی باید کار بکنید چهارمش نه کدام کس است که او به پوزیشن سیوم است اول ټاپمونه خي دویم ټاپمونه خي دریم ټاپو خي یو ریکارډ خي یک ریکارډ سره مته کی سیوم ټاپ یعنی اینجا ریکارډ کې نشان وته خدا دې کو اشاره کوم ته خو پیغو کې مسله ده ځکه نه پیغو کې مسله ده خدا دې اشاره کوم ته شما فهمیدی تم پوښتنه کم کس دریم کس کم پوزیشن ده اما هم داری کو دا به تاسو چی اسامی ده سبا خب امی سبگیری خلاص نشي ان شاء الله دا به موږ په انسرشن او ډیلیشن کې کوو سبا به ان شاء الله زموږ موضوع بلوي او سبا به علامه ته تیاری ونشي چې ښه یو شل مټر لپاره به تیاری ونشي ان شاء الله او نن بس